همه وجودم ایران، همه تار و پودم ایران. هر کجای دنیا باشم عشق من معبودم ایران، هر کجای دنیا باشم عشق من معبودم ایران. کعبه مقصودم ایران، قبله موعودم ایران، تا ابد دوست دارم من شادی سرودم ایران. وطن افتخار من باش، هموطن تو یار من باش. میخوام جون فدا کنم من، شاهد ایثار من باش. هرچی دارم از تو دارم، میتپم دل بیقرارم، واسه دیدن تو خاکم لحظه ها رو میشمارم. ایران ایران ایران، تو ای خاک دل ایران. ایران ایران ایران، تو ای خاک دل ایران. عنوان سخنگوی یک آیینی که در اواخر قرن 19 به وجود اومد و امروز در دنیا بیش از 7 میلیون پیرو داره. آیینی که در ایران اون رو فرقه ضاله میخونند و پیروانش از بسیاری از حقوق شهروندی محرومند. آیا این وضعیت در حال تغییره؟ فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون، تشکر. آقای مالی اقتصادی بهایی از کجا میاد؟ شما تا به حال 7 معبد بهایی یا شرق الاسکار بهش میگین شما؟ مشرق الاسکار. مشرق الاسکار در 7 کشور دایر شده و قاعدتا با هزینه خیلی زیادی داشته باشه. با اونطور که بعضی از سایت های بهایی میگن در 120 کشور دیگه هم قراره که اینها دایر بشه و یا زمینش خریداری شده که بعداً به هر حال احداث بشه. پول اینا رو از کجا میارید؟ اینها رو فقط با اعانات داوطلبانه بهایی، چون که در آیین بهایی از کسانی که بهایی نیستن اعانه گرفته نمیشه، یعنی اگرم بشه پس داده میشه. در نتیجه فقط خود بهاییان هستن که این معابد رو درست کردن به عنوان یک هدیه‌ای به بشریت. یعنی این معابد مخصوص بهاییان نیست لزوما، تمام ادیان، مسیحیان، زرتشتیان، مسلمانان همه دعوت میشن که بیان و اونجا با خدای خودشون راز و نیاز بکنن. در نتیجه در نقاطی که این معابد ساخته شده در حقیقت هدیه‌ای است به انسانیت، هدیه‌ای است به انسان اخلاقی که میاد و اونجا با خدای خودش راز و نیاز میکنه. آره، ولی سوال من در مورد چرا ساخته شده نیست، که هزینه اینا دقیقاً هزینه اینها از فقط و فقط از جامعه بین‌المللی بهایی تامین میشه، از خود بهاییان. از هیچ کشوری یا جای دیگه تامین نمیشه، بهش کمک نمیشه در این زمینه. بله. بسیار خوب. یکی از شما اشاره کردین به این که به اصطلاح بر اساس تعالیم بهایی‌ها نباید در سیاست دخالت بکنن. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی که حزب سیاسی درست نکنن، یا اینکه سمت دولتی و سیاسی قبول نکنن؟ چیه؟ معنیش چیه دقیقاً؟ خب سیاست در لغت 2 معنی داره. یک معنی به عنوان تدبیر امور جامعه هست که به این معنا نیست در آیین بهایی، ولی یک سیاست به معنی شاید بشه گفت سیاست بازی یا در حقیقت احزاب سیاسی که با هم دیگه همش در اختلاف هستن و بر ضد هم فعالیت میکنن. چون در آیین بهایی مسئله اختلاف برداشته شده، یعنی آیینی است که میخواد اتحاد ایجاد بکنه و سیاست بیشتر اختلاف ایجاد میکنه، در نتیجه در اموری که منجر به اختلاف میشه بهاییان دخالت نمیکنن. در اموری که منجر به سازندگی و اصلاح میشه بهاییان خیلی هم دخالت میکنن و امیدوارن که بتونن. مثل کجا مثلا؟ مثلا اصلاحات اجتماعی. مثلا تصور بفرمایید که اگر در یک شهری قرار است که مدرسه‌ای ساخته بشه یا از حقوق زنان دفاع بشه یا از حقوق نژادهای مختلف دفاع بشه یا از به طور کلی اگر از یک بهایی بپرسن که خب نظر شما در مورد این که جنگ رو از بین ببریم یا گرسنگی رو از بین ببریم به چه صورت است، بهاییان در این مسائل که البته ممکن از دیدگاه دیگران سیاسی هم تلقی بشه، بله ما دخالت میکنیم و نظر میدیم، اما اونجایی که صحبت از محافظه کار هست و صحبت از دموکرات هست که این با اون مخالفه و این با این، ما میگیم ما در این سیاست های حزبی دخالت نمی کنیم، هرچند به طور کلی در روش
کشورداری و اینکه چه نوع حکومتی میتونه سازنده تر باشه ما میتونیم نظر بدیم. یعنی اگر که امکانی برای شما پیدا بشه شما تشکیل حکومت هم میدین با نیسا؟ اگه نظر دادین لابد میخواین اجراش هم بکنین. خب به هر حال نظر دادن این است که مثل که شما بخواید از یک متخصصی بپرسید، یک متخصص علوم سیاسی، که نظر شما در مورد لیبرالیسم چی هست یا نظر شما در مورد فرض کنید جمهوری خواهی چیه. ما میتونیم به طور کلی، چون این مسئله در حقیقت حضرت عبدالبها که فرزند ارشد مؤسسه آیین بهایی بودن در اواخر قرن 19 یک کتاب نوشتن به نام رساله مدنیه که در این رساله تقریبا 20-25 سال قبل از انقلاب مشروطه بود که در اینجا اهمیت خرد، اهمیت حقوق بشر، اهمیت این که انسان باید با زمان خودش با مدرنیته جلو بره یا نه، اینها به طور کلی مسائل اجتماعی است و بهائیان در این موارد حرفای زیادی دارن که بزنن و امیدوارن که بهشون اجازه داده بشه که این صحبت‌ها رو بکنن. خب ولی من جواب سوالمو نگرفتم. اگر امکان حکومت کردن برای بهایی باشه، به عنوان دولت بهایی تشکیل بدن، این کارو میکنن؟ یعنی این در مرام بهایی هست؟ بدون شک بله هست. برای اینکه اگر که خود مغایر با اون چیزی که در سیاست نباید دخالت کرد. خب ببینید اگر که حکومتی قرار هست که باشه که اختلافی توش ایجاد نشه، چون من اون شرط رو اول رو عرض کردم، اگر که حکومتی باشه که در اون حکومت احزابی نباشن که بخوان با همدیگه بجنگن، البته در اون مورد بهائیان میتونن شرکت کنن و صحبت کنن، ولی اگر قرار باشه که این احزاب با هم بجنگن، بهائی‌ها هیچ کاری با اون مسئله نخواهند داشت. آقای ثابتان شما بهتر میدونید که در دنیای امروز به هر حال همه چیز، حتی زندگی روزمره افراد هم سیاسیه. بله. و این یه خود جور در نمیاد با دنیای امروز که به هر حال این سیاست اینجاست و شما چه بخواید چه نخواید به شما تحمیل میشه. بله. شما چطور میخواین برای مسائل دنیا راه حل پیدا بکنین و راه حل ارائه بدین بدون اینکه وارد سیاستش نشید؟ به همین دلیل هم هست که ما در این دنیایی که الان هست در سیاست دخالت نمی‌کنیم. ولی ببینید یک موقع هست که انسان باید وارد یک مسئله بشه، یعنی وارد اون حوزه جنگی بشه، و یک موقع است به عنوان میانجی شاید بتونه بره و اونجا بگه که نه اصلا هیچ کدوم از این اصلا روش کار برای این سیاست اشتباه است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی اگر که ما قرار است که صلح ایجاد کنیم، با جنگ نمیتونیم این صلح رو ایجاد کنیم و اگر دنیا الان داره با جنگ میخواد صلح رو ایجاد کنه، ما میگیم این عملی نیست و ما در اون دخالتی نخواهیم داشت. به نظر میشه یه مقدار داشت در همون زمان یک بیانیه ایشون صادر کردن و به سازمان ملل فرستادن که در اونجا در درجه اول تمام مواد حقوق بشر رو قبول کردن و بعد در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل، چون در اون سال تأسیس اسرائیل هم در سال بعدش شد، و در اونجا اشاره شده که بهائیان در مورد این که حق با اسرائیل یا حق با اعراب هست هیچ نظری نمیدن، در این حال که هم بهائی‌ها از حقوق اعراب دفاع کردن، چون تاریخ بهائی‌ها در فلسطین در امپراتوری عثمانی این رو نشون میداد که چقدر به عرب‌ها کمک کردن، و همین که با اگه حتی بگیرم، اگه حتی 100,000 از ما بمیرم، بازم آواز میخونیم با هم دیگه، شعر پرواز میخونیم با هم دیگه، دیگه این نغمه فراموش نمیشه، شعله عشق بهار هیچ جوری خاموش نمیشه، دیگه این نغمه فراموش نمیشه، شعله عشق بهار هیچ جوری خاموش نمیشه.